بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم جلسه دیگه، داستان دیگه و سیمای دیگه از سیماهای نورانی صدر اسلام، بانوی بزرگواری دیگر از صحابیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم. ولی ایشون کسی نیست جز جعده، خوب به خاطر بسپارین، جعده بنت عبید انصاری. جعده بنت عبید انصاری به عبارتی مادر صحابی بزرگوار حارثه ابن نعمان هست. حالا اینو با هم داشته باشیم ببینیم سیمای ایشون رو به طور مختصر چگونه میتونیم با هم بخونیم، امروز از این لحظات نورانی بهره مند بشیم. ما هم در این کاروان نور، در این کاروان هدایت لحظاتی همراه بشیم و آرامش بگیریم. شاید که اندکی ما هم از این رحمت ها بهره مند بشیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم خب چی میگه وقتی مدینه میاد؟ میگه بهترین خونه های انصار هست. کدوم انصار؟ میگه بنی نجار، سپس بنی عبدالاشهل، سپس بنی حارث ابن خزرج، سپس بنو ساعده و پیامبر در آخر میگه فی کل دور الانصار خیر، در هر خونه ای از انصار خیر هست. خب چرا خیر نباشه؟ کسانی که آغوش برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم باز کردن، خودشون، خانواده هاشون، برای مهاجرانی که با پیامبر هجرت کردن به مدینه آغوش باز کردن، چرا خیر نباشه؟ قطعا خیر هست. من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، ممکنه یه وقت داستانم طولانی بشه. میگن یک شخصی یک کنیزی رو گرفت، حالا تا نقل میشه، یا بالاخره همسری رو گرفت، هرچی بود. نیمه های شب این کنیز بلند میشد و عبادت میکرد و اون ارباب به قول معروف هر کی بود خوابیده بود، توجه نمیکرد. بعد بالاخره حالا نماز صبحش بلند میشد. تا یکی از روزها بهش گفت که تو خودتو چطوری میبینی؟ گفت من فکر میکنم خدای من از تو بیشتر دوست داره. گفت چرا؟ گفت دلیلش اینه که به من توفیق میده که من پاشم نماز بخونم ولی تو میخوابی، تو اهمیت نمیدی، با اینکه خب شخص بزرگی هم هستی و آدم آگاهی هستی، حالا میگن جز مشایخ بود یا هر چی بود. میگه این تازه یه دفعه اینو برق گرفت، گویا راست میگه، چرا من میگیرم میخوابم؟ وقتی که ما داریم به زندگی یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم متوجه این میشیم چطور خیر نباشه، توجه خدا نباشه به کسانی که زندگیشون رو در اختیار رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرار دادن، در اختیار مهاجران قرار دادن، تا جایی که ثروت خودشون رو گفتن با مهاجران تقسیم میکنیم، خونه هاشون در اختیار گذاشتن، حتی گفتن همسرمون 2 تا همسر داریم، یکی رو طلاق میدیم یکی به شما میدیم. تا این اندازه پیش رفتن. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مهاجران رو بر خودشون ترجیح میدادن، رسول خدا رو ترجیح میدادن، هرچند که خودشون در سختی بودن. این نشون میده خداوند به اینها توجه داره. داستان توجه خدا هم دقیقاً همینه، همین توجهی که وجود داره. ولی بنی نجار هم بالاخره به این مقام و منزلت رسیدن در نزد رسول خدا در اسلام که میبینیم در پیامبر خداوند اینها رو بزرگ میداشت و اکرام میداشت و خب اینها هم برای پیامبر غذا میبردن، به پیامبر رسیدگی میکردن، حمایت میکردن. و خب بین این خانه هایی که درش خیر و برکت هست، خب بانوی بزرگوار ما جعده بنت عبید ثعلبه انصاری هست از قبیله بنی نجار. جعده بنت عبید ثعلبه انصاری از قبیله بنی نجار. خب جعده خب جزو کسایی که ایمان در قلبش اومده، قبل از اینکه حتی پیامبر هجرت بکنه ایمان رو به دست مصعب بن عمیر سفیر پیامبر پذیرفته و منتظر مشتاق اینه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گامهاشو در مدینه بذاره و به مدینه هجرت بکنه، تا اینجایی که اون شخص بشارت دهنده خبر میده که بله پیامبر خدا علیه السلام وارد مدینه شده. و اینجاست که جعده هم مثل سایرین میره به پیشگام به استقبال پیامبر و بتونه از پیامبر در کنار قبیله خودش چیکار کنه؟ پذیرایی کنه و حمایت بکنه. جعده همسر کی هست؟ نعمان. خوب دقت کنید، همسر نعمان ابن نفع نجاری هست. پسری داره به نام حارثه ابن نعمان. قبلا ما داستانش خوندیم، حارثه ابن نعمان. حالا کجا قسمتی خوندیم در مورد حضرت فاطمه که یادتون باشه حضرت فاطمه بالاخره در شرایطی میخواست که نزدیک پیامبر باشه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با حارث که حارث خونه‌شو به پیامبر داد، یکی از خونه‌هاش به پیامبر داد که نزدیک خونه پیامبر بود دیگه. خب حارث ابن نعمان صحابی مشهوری است که بالاخره این صحبت ایشون هست، همیشه صحبت اینها هست و صحبت‌هایی که در مورد ایشون نقل شده. جعد خب ایمان میاره،
با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت میکنه. برادرش عمرو بن عبید بن ثعلبه هم ایمان میاره و صحابی پیامبر میشه. 2 تا خواهر داره جعده که هر دوی اینها ایمان میارن، با پیامبر بیعت میکنن. یکی افرا هست و یکی دیگه خوله که هر دوی اینها دختران عبید ثعلبه هستند. خب ثعلبه جعده کیه؟ همسایه بهترین مبارکترین همسایه رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اینا همه منزلت ها رو داشته باشید. میگم در حرف و در کلام خیلی ساده به نظر میرسه، اما اون روح و اون محیط رو وقتی در نظر میگیریم میبینیم چقدر لذت بخشه. و خب ما وقتی به این تاریخ نگاه میکنیم، به این آسمان اسامی نگاه میکنیم، به این کهکشان صحابیات رسول خدا و اصحاب رسول خدا نگاه میکنیم، تأثیر این حالت رو میبینیم که چگونه هست. خب این اخلاق و فضایل جعده هست که میبینید به فرزندش میرسه، که فرزندش حارس میاد خونه‌هاشو در اختیار پیامبر یکی پس از دیگری قرار میده. پیامبر به خونه اونها میره، در مهمانی اونها شرکت میکنه، اونها پیامبر رو اکرام میکنن و این همینه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میاد از مادر بزرگوار این حارس حمایت میکنه. چرا که حارس اگر چنین مادری نداشت، که چنین بخشش و بزرگواری نداشت، این مادر هست که این رو داره تشویق میکنه. نگاه کنید وقتی که ما سخن از صحابی میکنیم، بزرگواران، قهرمانان میکنیم، نقش مادران، همسران، اینها رو مد نظر بگیرید. اصلا این یک واقعیتیه که نمیشه ما این رو انکار بکنیم، که اگر مثلا همسری نخواد شوهرش خیر بکنه، مادری نخواد، ببینین شرایط چگونه هست. بالاخره حارس هم یکی از قهرمانان صدر اسلام هست، کسی که در بدر رو بالاخره خودش و دیگرانی که باش بودن در بدر و همه غزوات کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست و جزو اون 100 نفر صبوری هستن که در میدان جنگ حنین کنار پیامبر هستن، که پیامبر که خداوند به اونها میگه رزق و روزی اونها تکفل شده در بهشت. خوب داشته باشید. اینا من فقط میخوام مختصر عبور بکنم. حارثه گفتیم که منزلاش نزدیک منازل پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. هر وقت شرایطی بود پیامبر خب نیازی داشت، ایشون از یه منزلش عقب نشینی میکرد، داره چندین منزل بود، مثلا به عبارت حالا اتاقی هر چی بود، تا به منزل بعدی برسه که پیامبر بتونه بالاخره اونجا مثلا دخترش یا کسی بیاد اونجا، همسرانش جایگزین بشن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه من از حارثه شرم میکنم، چرا که اون احساس خجالت میکشم به سوال ما وقتی میبینم حارثه از مناظرش یکی یکی عقب نشینی میکنه که برای اینکه در اختیار ما قرار بده. مادرش هم اینو تشویق میکنه که این کار انجام بده. واقعا چه شرافتی بزرگتر و با عظمتتر از اینه که اینها در همسایگی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستن. میبینیم که در میدان اخلاق، در همه فضایل، جعده فرزندان خودش رو این گونه تربیت کرده تا اینکه این جزء اعلام و بزرگان صحابه هستن. بله این مادر نیکان هست. امام ذهبی رحمت الله علیه نقل میکنه وقتی که در مورد حارثه بن نعمان صحبت میکنه و ایشون میگه کان دیرن خیرن برن به امی. حارث هم نسبت به این مادر خودش خیلی خیر میکرد، نیکی میکرد و محبت میکرد و همین گونه هست که این صفات اینها رو صاحب و منزلت بهشت رو برای اینها قرار میده. ام المؤمنین عایشه نقل میکنه، میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت نمت فرعیتنی فی الجنه. خوب داشته باشید. میگه من خوابیدم تو بهشت، دیدم فسمعت صوت قارئ یقرأ، صدای یک قاری رو شنیدم که داره قرائت قرآن میخونه. فقلت من هذا، تو همون خواب گوشه. میدونی خواب پیامبران مثل وحیه، خواب پیامبران وحیه در واقع. گفتش که تو همون خواب گفتم کی داره میخونه؟ قالو حارثه ابن نعمان. میگه خب من دیدم در بهشتم، من خودم تو بهشت دیدم داری قرآن میخونه تو بهشت. کسی گفتم کیه؟ گفتن حارثه ابن نعمان هست. بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت کذالک البر، این نیکی هست. این نیکی که به مادرش کرده اینجا پاداشش رو در بهشت نصیب خودش میکنه. بله ایشون نیکوکارترین فرد نسبت به مادرش بود که زبان زد بود و زنی است که ببینید باز چگونه فرزندی رو تربیت میکنه که لیاقت این بهشت رو پیدا کنه، لیاقت حفاظت و حمایت و نیکی به مادر رو داشته باشه. اونچه که اینجا نقل شده در بیعت رضوان، جعده هم کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست و بالاخره فرزندان ایشون کسانی هستن که احادیث و روایاتی رو نقل کردن و موارد خاصی که دیگه حالا ما نمیتونیم به همه این جزئیات رو در اینجا بهش بپردازیم. اما یک لحظه داشته باشید تصاویری رو. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سفیر خودش رو به مدینه میفرسته. در مدینه مردان و زنان، پیر مردان، پیر زنان، دختران و پسران، کودکان میبینی اسلام رو میپذیرن.
مشتاق دیدار رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستن، علی‌رغم این که میدونن که اگر اینها از پیامبر دفاع بکنن، حمایت بکنن، جانشون، مالشون، زندگیشون، همه چیشون در خطر هست. چرا که قریش با پیامبر مخالفه، مرکزی که همه اعراب سرزمین حجاز به اونجا توجه داشتن و قدرت اقتصادی و نظامی رو دارن. با همه این وجود از پیامبر دفاع میکنن، با همه این وجود دار و ندار هستی خودشون رو در اختیار پیامبر و یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرار میدن. اینجاست که شما نگاه کنید بحث مهاجرین و انصار مطرح میشه، هر کدوم فضیلت و منزلت و جایگاه خودش رو داره. آیا به راستی ما سید صدر انصار رو داریم؟ توان و غیرت ایمان مهاجران رو داریم؟ باید یاد بگیریم، باید بفهمیم، چرا که برای رسیدن به یک خوشبختی ابدی باید به این نکته با دقت بنگریم. تا روز دیگه و سیمای دیگه در پناه خدای مهربان باشید. خدایا رو نگهدارتون باشه.